یه شب طولانی کنار اونایی که دوستشون داری و دوست دارن و تو خوشحالی، جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش ما خالی. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسه های تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسه های تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. تو مثل بارونی تو دل مهمونی، دلم میمیره واسه تو که جونی. تو این شب یلدا که نمیشه فردا، دلم میره با تو تا ته رویا. تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیشم میاره، پیش بوسه های تو که غم نداره، غم نداره، غم نداره. آخ تو شب یلدای منی، دیوونه یه دوست داشتنی، لبای تو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره، پیش بوسه های تو که جنس یاره، جنس یاره، جنس یاره. آخ تو شب یلدای منی. سلام دوستان، اینجا کافه آکو هستش و من علیلیان در برنامه آکوتاک خدمت شما عزیزان هستیم. یلداتون مبارک. خیلی خوشحالیم که الان کنار آقا کیارش و آقا امین گل هستیم. دوستان یه خوشوبشی با بیننده ها بکنین تا بریم ادامه برنامه. سلام، امین هستم. 22 سالمه. خیلی خوشحالم که امروز اینجا و شب یلدا رو بهتون تبریک میگم. همین دیگه. آقا کیارش. سلام، کیارش هستم. 18 سالمه. خیلی خوشحالم که تو برنامه‌تون هستم و یلدا رو تبریک میگم خدمتتون.
بچه‌ها برای اینکه یخمون باز بشم بریم چند تا سوال ازتون بپرسم. اگه حیوان بودی دوست داشتی چه حیوانی باشی؟ داشتم سگ باشم. چرا سگ؟ چون وفاداره. تو وفاداری؟ من نه اون. من فکرم چون وفاداره خوشت اومده. و یه سوال دیگه ازت میپرسم. چی می‌خوای؟ عجیب ترین یا مسخره ترین خرافاتی که بهش اعتقاد داری یا انجام میدی ولی میدونی خرافاته؟ دانویسی خوبه. خوبه خداش. میدونی خرافاته ولی میری. آره. رفتی تا حالا پیشش و جواب گرفتی یا نه؟ آره چند باری. جدی میگی؟ من اعتقاد ندارم ولی شماره‌اش رو شماره‌اش بده. رو آره مرسی. تلپاتی شده همزمان. کیارشان نوبت شما شد مثل اینکه. یه سوال ازت بپرسم. ترجیح میدی سوالو چش اصلا ترجیح میدی برای یک ماه بدون اینترنت زندگی کنی یا فقط غذای ساده بخوری مثل نون و پنیر؟ یک ماه بدون اینترنت. یعنی اینترنت یعنی نداشته کلا باشی؟ یک ماه اینترنت نداشته باشه ولی هر چی میخوام بخورم. آها خوبه. چه غذایی تو ذهنت بود همین الان که باعث شد نگی اینو؟ به چی فکر کردی؟ چی قرار محدود بشه؟ پیتزا دوست داری؟ خب خوبه. ایجا. کیاشان یه سوال دیگه ازت میپرسم. اگه قدرت نامرئی شدن داشتی اولین کاری که بدی که انجام میدی چی بود؟ خیلی بد. نامرئی شدن اونی که تو ذهنت هم نکن. بذار فکر کنم به این. میدونی نامرئی که خب یه سوال دیگه ازت میپرسم اینو برای بعدی ان شاءالله. اگه زندگی نامت قرار بود یه کتاب بشه اسمش چی میذاشتی؟ تو این 18 کیارش.uq این یوکیو این چیه؟ یه جریانی داره مربوط به سال 400. خب کتابو تو بقیه میخواد بخونن بفهمن جریانش چیه. 1400 دیگه تو کتاب باید بخونن. آها یعنی خوندن بعد متوجه میشن اون یوکیو چیه. اسپویل نکرده داستانو قشنگ. عکسشو چی میذاشتی؟ عکس روی کتاب. عکس خودم گذاشتم. این بابا. خیلی دلش گذاشته بکنم. میشه کات بدیم اینجا. یلا این جشن بزرگ باستانی ایرانی رو از طرف خودم و همه همکارانم در مجموعه پروتئینی بیفتک به شما دوستان و عزیزان تبریک عرض می‌کنم. ما اینجا در فروشگاه بیفتک با مجموعه‌ای از بهترین برندهای فرآوردهای گوشتی و پروتئینی در خدمت شما دوستان و عزیزان هستیم. آرزو می‌کنم لبتون خندون، جیبتون پرپول، شاد و سلامت باشین. ایام بکام. از سلام ای شاخه سرو گل ریحان من، از سلام ای شاخه سرو گل ریحان من، از سلام ای جان شیرین دلبر جانان من، تا به روی و موی تو دل بستم ای نازنین، تیر بارون کرده مژگانت به دل سلطان من، سلطان من. رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن، رنگ زردم را ببین، برگ خزان را یاد کن، با بزرگان کم نشین
افتادگان را یاد کن با بزرگان کم نشین افتادگان را یاد کن افتادگان را یاد کن. همینجا خاطری داری که طنز باشه برام تعریف کنی؟ یکم بیشتر بگو. خاطره مهم نیست اگه گذشت حامین خودش طنزه. اون که آره مشخص از خاطره همین طنز. اگه ما راجع به گذشتم باشه مشکلی نداره مثلا کودکی بچگی. بگو مشکل نداره. اشکال. بگو میخوام بدونم تو خاطره طنز ندارم. خاطره طنزام بیشتر با کیارش دیگه، یا مثلا یه جای دیگه نه اون خاطره اونا طنز نیستش یا مثلا تلخه. آره نه ببین من یه بار منتظر یکی از بچه‌ها بودم یه دنبالم، بعد پراید داره اونم دودی ماشینش، خب چون معلم بود. این یه دونه ماشین دیگه پارک بود، پراید بود دودی بود، در رو وا کردم اومدم نشستم رو پای یارو دیدم اون نیست پیاده شدم. کیارش نوبت خودت جان بدترین هدیه‌ای که گرفتی ولی تظاهر کردی دوستش داری بدترین هدیه گرفتم از یه آدمی بوده که خیلی آدم نچسبی بوده. بعد سر اینو با اینکه من. باهاش کار میکردم مجبور بودم که با خوشبوشون هدیه رو بگیرم. هدیه از این چیزها بود دیگه، حالا اینجا نمیتونم بگم چیز زیاد خوبی نه، ولی بهتر حامین توضیح بده در چیز مورد همین. خاصی بهش ولی حامین نبوده. از این چیزا چیه؟ گوش میزنم پنجه بوکس از یک آدم بسیار نچسب. فقط بعد اینو ولش کن، اسمش هم رفته روش نوشته. همونو برمش دست میگه میزنی آفرین باید این کار میکردم. این برنامه کی پخش میشه؟ قراردادم با یارو تموم میشه تا اون موقع. کیارش همین اعصاب منو خورد کردن به خودم پایین، دیوانه شدم از دستشون. می‌خواستیم یه شاتو بگیریم 10 بار تلاش کردیم کاته‌ای می‌خورد. یه گل یا پوچ براتون بازیکن حدس بزنین کدومه. این گل. خب کدومه؟ این بود. درود بر شما، امیدوارم که یلدای خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشین. من از طرف مجموعه شادینا این شب قشنگ رو بهتون تبریک میگم و خیلی خوشحالیم که توی این 9 سال تونستیم در کنارتون باشیم و تو شادیاتون شریک باشیم. بهتون 3 تا کلمه میدم خب؟ یه جمله باش بسازید. 10 ثانیه فرصت دارین. به خدا اگه دیرتر بشه. کیاش از خودت شروع می‌کنیم. غاز، ترامپ، سازمان ملل. 10 ثانیه. من تایمر میگیرم. غاز رفته پیش ترامپ تو سازمان ملل. چه جمله مهم نیست معنی داشته. دستونی که این کلماتو گذاشته بعد بوسید، واقعا تعجب می‌کنم ببینم کی بوده. حامین جان خودت شروع کن، حالا بهت چند تا سخت میدم که اینجوری حرف نزنین دیگه با من. خب گاری، نادرشاه، بلوتوث. نادرشاه سوار گاری شد، بچه‌ها ازش فیلم گرفتن منو بلوتوث کرد. ایول. من گفتم میگی بلوتوث داره گاریش، همین چیزی می‌خواستم بگم. بده سه به دستش. کیارش حالا 3 تا بهت میگم خب. پنجه بوکس خب. سیسی سوسک. سیسی با پنجه بوکس زد به سوسک. این قشنگ همین خودت بگو، همین خودت بگو اینو. آره همینو، پنجه بوکس سوسک. این رفت پنجه بوکس خرید، منم یه سوسکی انداختم روش با پنجه بوکس زد.
دلغکا. کیارش غیر کمر معادله دو مشغوله معاون. چی رو نگاه میکنی؟ هر دونه تو میتونه سریع غیر کمر چی بود دومی؟ معادله دو مشغوله معاون. معاونم برای معادله دو مجهوله نوشت، نتونستم حلش کنم، غیر دادم واسش. ای دیگه کنه میرا کجا بیاری؟ خب کجا میاری؟ کیارش این تو بگو. اکس دیگه. اکس نکس. آره اکس، آره همونه فکر میکنم. آچار کلاغی فشن. آچار کلاغی و فشن که به کنار، ولی تو بیرجند ما بیشتر از این که تشابه اسمی باشه تشابه اکسیه. بده بره. بره بچه‌ها حرکتی هست که بتونیم با صورتتون انجام بدیم. چالش برانگیز. گوشم رو فکر کنم میتونم تکون بدم. جدی تکون داد. نمیشناسه ما مشکلی. شما فکر میکنید ما میشناسیم. نه چالشی چی نمیتونی چیکار کنن؟ زبونش داشته باشن همون موقعیت تنظیم. کیارش شما چی؟ میتونی؟ من کار خاصی ندارم، دستام کسی به عینکم اینجوری میارم بالا. کما خب حالا الان تو شرایط بیا پایین‌تر بیا پایین‌تر. ببر بالا. الان بیشتر اومد پایین‌تر. و اما چالش امشب با کیارش و حامین قرار شد نفری یک شوت بزنیم و هر کی تونست توپو بندازه داخل برنده است. خب بچه از اینجا که میدونیم شب یلداست، آرزوی چیزی نداریم برای خودتون؟ ببین من در اول بحثش واسه پدر مادرم همیشه دعا میکنم که آقا اولویت همیشه اونم، همیشه سعی و سلامت باشم و هر چیزی که دوست دارن رو به دست بیارن، بعدش مردم آقا به هر آرزویی که دارن برسن هر چیز سریعتر. و خودم هم دوست دارم که تو این راهی که قدم گذاشتم کار طنزی که دارم انجام میدم خیلی پیشرفت چشمگیری داشته باشه. بخواد بسیده میتونی کارشم حالا تو بگو. ببین دوست دارم آرزوی سلامتی کنم، اول برای خانواده‌ام، بعد برای تمام عالمیان. دوست دارم تمام مریضا همیشه شفا پیدا کنن. سلامتی از همه چی مهمتره تو زندگی آدم. همین، فقط و فقط سلامتی. اینجا توی کافاکو براتون یه چالشی در نظر گرفتن که اگر تاس بنازیم و جوب شیش بیاد یه هفته از تخفیف 20% قهوه برخوردار میشین. اینطوری
خیلی خوشحالیم که امروز اولین قسمت از آکوتاکو در کافه آکو خدمت شما دوستان عزیز بودیم. امیدوارم هر چی بره جلوتر کیفیت کار رو ببریم بالاتر و همیشه شاد و خندون باشین. یلاتون دوباره مبارک.